که از طریق رسانه ها شنیدین که ترامپ یک پتکه کد سر مردم افغانستان. نمیفهم که شنیدین یا نشنیدین؟ ها؟ جوانای ما خود در فیسبوک ها دیگه چیزها را میبینن، در قصه و کشور خود نمی باشه. خب صحیح شنیدین؟ گفت اگر ما بخوایم که در افغانستان امنیت بیارم، در افغانستان امنیت با از بین بردن 10 میلیون انسان و حذف خریطه یا نقشه افغانستان از جهان، من میتونم که افغانستان امنیت تامین بکنم. گفت یا نگفت؟ گفت. خب پس مسئولیت ما چیست که به ترامپ بیادبی نشود؟ اولا عکس العمل ها بود تا جای، یعنی من تشکری میکنم حتی از ارگ با وجود مشکلاتی که دارد که دستایش به اصطلاح زولانه است، این ناگفته نماند که مشکلات داریم، ولی ارگ و یک تعداد شخصیت های ما داشتن، یعنی عکس العمل داشتن، جواب داشتن، ولی او جواب کافی نیست. او جواب میخوایم تقویه کنیم، جواب دندان شکن. او چیست؟ این سرزمینی هست اولا باید گفت 10,000 سال قدامت تاریخی دارد. در وقتی که افغانا بود تو در جنگل بودی. یک. دو، در این سرزمینی نابود کننده است، نابود شونده نیست. تکرار میکنم، این سرزمین نابود کننده است که هر قلدر، هر استعمارگر و هر بدماش از صفحه تاریخ نابود کرده است. اتحاد شوروی کجا رفت؟ کجا شد اتحاد شوروی؟ آغازی از همپاشیش از همین سرزمین آغاز شد. فکرت بگیر، گپایت سنجیده بزن. با تمام شما افغانا طول توای ما شدید جمله اینا درس واخلی. مون یو موتی شو در دشمن په مقابل کې د خپل عزت او کرامت د حفاظت دپاره ځان قربانو او بے عزتی نمنو. منی بے عزتی منی نمنو. بے عزتی قبول نداریم به هیچ وجه. باید نه تنهایی که توضیحات بده، ولی بزرگای ما گفتن که توضیحات بده. ما میگیم پوزش بخواد از ملت مسلمانی افغانستان.